به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام میم. قرآن بی تردید راهنمای قابل اعتمادی است برای آنها که حرمت خداوند را نگاه می‌دارند. کسانی که به عالم نادیده ایمان دارند، نماز می‌گزارند و از آنچه روزیشان کرده ایم دیگران را بهره‌مند می‌کنند. همانهایی که به تمامی راهنمایی‌های خداوند، آنچه بر تو نازل شده و آنچه بر پیامبران قبل از تو نازل شده ایمان دارند و آخرت را به یقین باور دارند. این چنین افرادی در جریان هدایت الهیشان سیر می‌کنند و بیشک اینان رستگاران حقیقی هستند.